دادگاه ولایت مسکو الکساندر سیومین را با گناه تجاوز و قتل دختر 5 ساله توجیک هویدا تیلوزاده به 24 سال زندان محکوم کرد. حکم روز 15 مارت اعلان شد. پدرش عبدالسلام سعیدов بر رادیو آزادی گفت حکم این جنایتکار سبک است و او باید جزای سخت‌تر بگیرد. من از این حکم راضی نیستم. 24 سال دادگاه من میخوام که حکم ابد بگیره. البته از این حکم راضی نیستم. شکایت میبرم. عبدالسلام سعیدов همچنین بر رادیو آزادی گفت که شرکت در محاکمه قاتل دخترش برای او بسیار دردناک و سخت است. البته خیلی سنگین است. نمیخوام دیگر هم خیلی سیتواسیون در سر ملت توجیه بیاره. بختیار جمعیف حامی حقوق مهاجران تاجیکی در محاکمه حضور داشت. بر رادیو آزادی نقل کرد الکساندر سیومین هنگام مصاحبه با خبرنگاران روز خود را بیگناه نامیده است. سیومین پس از حکم دادگاه چیزی نگفت و دادگاه تنها از او پرسان شد که همش فهمه است. او فقط گفت که فهمه است. لیکن پیش از دادگاه ژورنالیستان روس با سیومین سوال کردند که برای چی وحشیانه شما با یک کودک نابالغ رفتار کردید. او در این جواب گفت من این کار را نکردم، برای چی که اگر میکردم قریب 5 سال این حکم دوام نمیداد. تجاوز جنسی و قتل هویدا تیلوزاده در روز 22 ایول سال 2018 در نزد خانه‌شان در شهر سرپخوا یکی از پرونده‌های پرسر و صدا در روسیه است. این فاجعه مهاجران تاجیک و جامعه روسیه را تکان داد و جانب تاجیکستان با ارسال نوت از مقامات روسیه تحقیق منصفانه قضیه را خواست. محاکمه الکساندر سیومین تقریباً 5 سال ادامه کرد و کشال یافتن مرافعه چند دفعه نزدیکان هویدا را ناامید کرده بود.